درخشانه گذر میکردم ای دخترای خوشخده نظر میکردم رو چریدان و دیگه دونو کاری در دستان آواز بلبل
مانده این عالمی پیر جاودانی مانده من بنده‌ام کسم که شوقی دارد برگردن خود زیش شوقی دارد تو لذتیش عاشقی کیدانی تو لذت عشق عاشقی کیدانی این باده خورد کسی که شوقی دارد بلاش به جانم در کوی خرابات کسی میر نشد در کوی خرابات کسی میر نشد از مرده آدمی زمین سیر نشد کسی صبر برم بستان ازل مردن تو حق است ولی جوان پیر نشد این شبان از سرد مهری دوستان از هم جدا برکارا میکند بادی خزان از هم جدایه پروردگار الهی مکم همچون برگ خزان من شما جدا نباشیم همه وقت یک جا باشیم همه وقت امید و خبر باشیم همه دوره ها و تشبوسی عبدالجبار شد و تشبوسی عبدالله یک فرزند برای عبدالشرف در راه زیاد باشد شهری مسافری جای خدا به دیدار یکدیگر میسر گرداند امروز نشسته بسیار شود شما اونجا هستید از خونه برآمدی کلم در دست از خونه برآمدی کلم در دستم اکو موردا بقا چو چشمی مستم از خونه برآمدی رو گرداندی پشت من طرف چیکی ماندی مامان دو تحصیل شد خواهی نپردازه
استاد ما مدرسه بلدیت خود حرمتی سخنی همین شاگردان یخت خانه میکنم در رسیه باز بوچرم جوانم خطی تاجیک توی تماشا دارم در خانه شما روز بروز توی شبم ها پسری خوب و خوش رو شود ایران در خانه شما شکر شود تن شود عمر همه شمایان به 150 پیوند شود در خانه شما شکر شود تن شود عمر فرزندان و پدر مادران هم به سعدی پیوند شود ایوان یارسی هم جدایی نکنه اصلا حوثی کنه پایی نکنه یارسی هم جدایی نکنه اصلا حوثی کنه پایی نکنه ملکی کجا حلال نکنه تعمل خدا کنه پایی نکنه یارسی هم جدایی نکنه من خدا که وفایی نکنه خریزر شما نگذر کردم دختران خوش بودن خریزه کردم چشمی با بزند فریادم روی عروسانه برد شبادم چشمی با بزند فریادم ای قربان شما دارده آقای خونش چشم سارا دارده زیر بابرم زیر شما دارده آقای خونش چشم سارا دارده زنی کردم بیترانی خوش بودن و زنی کردم اگه زنم شما گذر کردن نشده بیتری زنم شما خندادن نشده
یارکی جانی های سمسانه شدی در پهلوی من نشسته همسایه شدی همسایه شدی از هر همسایه شدی شاید که نصیب منی بیچاره شدی همسایه شدی از هر همسایه شدی شاید که نصیب منی بیچاره شدی عشق کناره یار نداره عشق کناره یار نداره عروسی مارا ببرم خانه نداره عروسی مارا ببرم خانه نداره Oh,
گفتم که خودش میگم که برادر دارم بدم اونشو میزون بده همه دستان زمان سلام باشه و همه خودش با مستقل عباد دیگه میخوام دلتون
رفتی ز دنیا مادرم بودی دنیای منو رفتی ز دنیا مادرم من برون از خواب و در خواب تنها مادرم من برون از خواب و در خواب تنها مادرم در جوانی دستی شاخت از سرم برداشتی در جوانی دستی شاخت از سرم برداشتی بی قسم بیگذاشتی در راه فردا مادرم بی قسم بیگذاشتی در راه فردا مادرم
شرمنده‌ام به دل از سوزی دلو دستی تیه شرمنده‌ام جز تو بیگرچی یک از منو سامانی من به دل از سوزی دلو دستی تیه شرمنده‌ام جز تو بیگرچی جز تو بیگرچی از منو سامانی من جز تو بیگرچی از منو سامانی من خلاصه کلی مردم تاجیکستان شما را به این وقت خوش آمدید میگوییم. امروز در خدمت ما فیض‌الله جان تاشوف جاویدان من بابای تاکی بود خدمت شما آماده هستم و در اینجا گفتنی هستم که در شهر مسافری یه آدم بی‌درد و غم در زندگی کم بوده است، لیک در درد و غمی را باز مرهم بوده است. کوهنوردی پیش کند گر پای خود در کوهسار مومیا بهری دوا داروی مرهم بوده است. بهترین داروی درمانی که من دریافتم همدل و همرازی آدم به آدم بوده است. همدل و همرازی خون عزیز بود که بزم امشبه ما آماده گشت و به دیدار یکدیگر رسیدیم و خداوند متعال امید داریم که همه شما با دلی پر با کیسه های پر صحت و سلامت به پیش پدر و مادر و اهل بیتتان برگردید. و گفتنی هستیم که بزم امشبه ما نوبت را و جاویدان تاشوف میدیم. مرحمت رکاب راستش که بسیار شاد هستم از این معرکه زیبا، از این معرکه که امروز با تشبسی فیض‌الله جان اکو عبدالجبار آماده ساختم. من راستش که بیخبر بودم و من یک چی گفتنی هستم که اکو شفقت الله ما زنگ زدن گفتن که در شهری نگینز مردم ما جمع آمدگی. من گفتم کی اکو؟ بعد گفتم همه مردم ما، خیشتبارای ما، همدیارای ما از روی شریف گویم خطا نمی کنم و من بسیار شاد هستم. من راست بسیار بیخبر بودم و اکا گفتم مایلش من هم معرکه اشتراک میکنم و ببخشید من یک چیز میگم. معرکه با پیش از همه این یک زیبایی معرکه باید آدابی بدن باشد. من از شما عرض میپرسم، من میبینم که بسیار برای برا کرداسیم برای همه که اکام سخن گفتن، اینجا استاد سخن گفتن، دیگران سخن گفتن. وقت زمانی که یک سخن میگوید من خواهش میکنم که همون سخن درک کنیم، احساس کنیم که ما آمدگیم که با یک کیفیت، یک راز دل یکدیگر به یک غبار مانده شدگی های خودمان در این شهر مسافری براریم. برای شما خوشنودی میخواهم، تنی صحت، سری بلند، همدیارای عزیز الهی زنده باشتم، با تنی صحت، با کیسه های پر الهی به وطن برگردیدم. فیض‌الله جان زنده باشید، ما با سرود های فیض‌الله جان زنده باشیم. یک قرصک برای فیض‌الله جان. عشق در دل شعله صبح سعادت بودم، عاشقی احساسی بخشش های قسمت بود است. در جهان عشق بود و دولتی دنیا نبود. این همه به دولتی ها خود دولت بود است.
این همه به دولتی های خوب دولت بودن. ایا عشقی جوانیم بازای، ایا دردی جوانیم بازای، ایا عشقی جوانیم بازای، ایا دردی جوانیم بازای، جفاها بکشم در زندگانی، ایا وقتی جوانیم بازای، جفاها بکشم در زندگانی، ایا وقتی جوانیم بازای. زمین یک تاب منزل ها جدایا، ولی در زندگی دیدم دو تن روی، با هم یک جا ولی دلها جدایا، ایا عشقی جوانیم بازای، ایا مهری جوانیم بازای. الهی بو الهی بو الهی، ندارم طاقتی روزی جدایی، حرام کس ما رو تو از هم جدا کرده، نیامد تا دیگر دل ما گدایی، ایا عشقی جوانیم بازای، ایا بری جوانیم بازای، جفاها بکشم در زندگانی، ایا وقتی جوانیم بازای، جفاها بکشم در زندگانی، ایا وقتی جوانیم بازای، ایا مهری جوانیم بازای. چند سنگوی همسی
در این دنیا چی دنیا داشتم من در این دنیا چی دنیا داشتم دوستانم من شما را داشتم من در این دنیا چی دنیا داشتم دوستان من شما را داشتم هر زمان ما را به کویش ذوق دیدار آورد بلبلان را آرزوی گل به گلزار آورد Второй можно продавать. Что некоторые شیشه و ساغر زده باز زلفی پریشان زده شانم ندارد بر دفتری دماغشی سر زده باز زلفی پریشان زده شانم ندارد بر دفتری دماغشی سر زده باز
هر زده باز دلزی فراغی دو حریم از این جهان دامن با چراغ و مهر اختر زده باز سلام میخونم این سرود به دل همه جا شدگی یکی آهنگی خودم آهنگی نه Vai! Ei! Dá essa coisa. Hayırlı hocam merhamet sanırım.
Hazır rahmat şuma. Teşekkür. Дорогие друзья, у нас сегодня гости из Азербайджана. Это называется Малик, к нам приходили. Это мне очень хотели из меня, это одного барига, называется песня, я пою. Пожалуйста, Ради Малик. Пожалуйста, на хвост, пожалуйста. Azerbaycan mehmanım, hoş gelipsiz. Dabra pajana dışarı, bariga. Dabra pajana dışarı. Marama, Fayzulacun Toşuk'tan sana. Marama, sizin lazım. Ah. Vai. Deixa aí, tchau.
یک دو سه. عزیزان عزیز، خواهران و برادران محترم، اجازه دهید پیش از همه برای همتون یک دعای کمپرتر میکنم. چرا که برادران عزیز کنم همه باید به جان سلامت و به سوال پول خواهداریم. من میخوام برای روزی خوشبختی که برای ما با شرافی برادران عزیز رسمی معلمان ما فیض‌الله جان و آشنی ما به ما کار کردید. همه ما از ته دل از صدای قلب خرسند باشیم. این برای اینکه یگان وقت یگان چیز ممانعت پیش سعادت و خرسندی ما شده نمیتواند در کجایی که نباشند، در مسافرت، در غریبی، در مرد کاری هیچ چیز مانع شده نمیتواند که ما خرسند و خوشحال باشیم. من همین روز با شرافت دیدار همه شما برادران گرامی، برادران شما زمین‌تر، برادران نوادی، خواهران گرامی، من همه حقانی خوشبختم و میخواهم که همه شما خوشبخت باشید، برای اینکه در جهان با جز خوشبختی قیمت‌تر چیزی وجود ندارد و وقتی که می‌بینیم و همه شما خوشبختی، ایمان کامل، سلامتی، بزرگی در کارتان موفقیت آرزو می‌کنم. برادران و هنرمند باز یک بار دیگر تشکر به شما بسیاری خدمت و هنر شما ما با دیدار یکدیگر مشرف شدیم. سلامت باشید. جان هزار رحمت هزار.
خالقی دانم در یحیی بر پناه تو تا درگهی آیم در دستم به دعا گیرم من نام خدا گیرم دستم به دعا گیرم نام خدا گیرم دستم به دعا گیرم نام خدا گیرم دستم به دعا گیرم نام مدعای مادر فتح و کشای اشارت دستی دعای مادر گرچه رکی سرودم از بودم از نبودم یک برگ هم نزدم در سنای مادر شریکم از موی سر زیادم غم خانم شریکم از موی سر زیادم اما بر روزی سختی خالیست جای مادر اما بر روزی سختی خالیست جای مادر تو دیگر به پیش بردم زمیدر نمی برای و دیگر به لحظه خود بری من نمی سرا پسری عزیز زمان پسری عزیز زمان پسری عزیز زمان پسری عزیز زمان تو دیگر نمیتوان که میان پیرزن ها زیمنی افتخار ساز و هزار یک تمنا زی تمام که کل بگی کن دلی من زی هم بیرزد و همه جهان ستیزد پسری غزل قویستد پسری عزیز زمان پسری عزیز زمان
عزیزم سری غزل سرایم که کجاست مادری من مادری دلاوری من که کجای مادری جنبری در نمی برایی و دیگر بدن که خود بری من نمی سرایی پسری عزیزم پسری عزیزم پسری عزیزم پسری عزیزم پسری عزیزم پسری عزیزم سلام دوستان دادم از سلطان دوستان عزیز باشه اونجا امیدیم سخنه سالی که همشه اینجا بخوانه
مهمان گردم
اخوان عزیز بزرگان شدید خواهش می‌کنم التماس می‌کنم التماس آدم نگاه بسازده بشه تا راحت کنید سخن به حاضر عزیز اکای خانوادگی و مادرانتی بگوید
کنی از اون خالی ها جو صحبت دوستان کی نایابتنی هرچی از طلب کنی از اون خالی ها جو صحبت دوستان جو صحبت دوستان کی نایابتنی
خالص جان را اما در روز سختی خالص جان فصل بهار میرسد فصل بهار میرسد باز به گوشم از کمان صوتی هزار میرسد بلبل و یاس و مسترم زیبی و نقش گلشنم که هم از زیب و زینتی به سبززار میرسد فصل بهار هر کجا تازه تراوت دهد به خاک زیتون عجب بهار میرسد شوکت طالب بهار زیدوری های دوری دور بهر تماشای بهار به این دیار میرسد. دوستان عزیز فرصت این رسیده است که نوبت را به یکی از حافظان پشتانی کشتردره جمشید جان می‌دهیم و آن با آواز پسرش با ساز و نوایش با نازکترین کارهای دین ما و شما نازل کنند. مرحمت جمشید جان دعوت کنند.
جان در چشم تو جوانی چه شاید که نصیب